خب گفتیم که سائران معتقدند ما تحت تاثیر کواکب یا سیارات هستیم و هر سیاره به مثابه یک آنتن ارتعاش انرژی هست و این انرژی ها باعث میشه احساساتی رو تجربه کنیم و تصمیمات مختلفی بگیریم. اول اینکه هر سیاره انرژی منحصر به فرد خودش رو داره. مثلا عطارد مرتعش کننده انرژی در فاز knowledge and science، علم و دانش، تحقیق و تحلیل و آنالیز کردن و مسئول برنامه‌ریزی روزانه ماست. و مریخ انرژی در فاز اعمال زور و بازو، قدرت نمایی، انجام کارهای یدی، کار با ماهیچه ها، جنگ و گریز، حرکات فیزیکی و مسئول سوخت روزانه ماست. دو اینکه خود این سیارات با قرار گرفتن در منازل آسمانی مختلف انرژیشون تحت تاثیر اون منزل آسمانی قرار میگیره. خب اینجا داخل پرانتز بگم ما 12 تا منزل آسمانی اصلی داریم که در فرهنگ خودمون میگیم فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور الی آخر تا اسفند. اما در آموزهای ساحران و طالع بینی و آسترولوژی ما اینها رو با ساین ها و نشان هاشون میشناسیم که فعلا در همین حد بدونید که منظور همون برج حمل، سور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله الی آخر تا دلو، هوت هست. پس شد خود این سیارات با قرار گرفتن در منازل آسمانی مختلف انرژیشون تحت تاثیر اون منزل آسمانی که بهش وارد شدن قرار میگیره. مثلا وقتی سیاره‌ای وارد خانه اول منازل آسمانی یا همون برج حمل بشه، با توجه به این تعریفی که کردیم، حمل ذاتاً خودش خانه یا بیت مریخ هستش. اینکه خودش خانه یا بیت مریخ هستش نه اینکه لزوما مریخ در اون خانه باشه. مریخ میتونه در خانه 12ام، 11ام، 6م، همون اول و هر کدوم از این منازل آسمانی باشه. منظور اینه که حمل مانند یک ظرفی میمونه که انرژی در فاز مریخ داره و هر سیاره‌ای که وارد این منزل آسمانی بشه میره به سمتی که قالبی از انرژی مریخ رو بگیره و تحت تاثیر این انرژی مریخ وار قرار بگیره. به عنوان مثال زمانی که عطارد وارد خانه حمل با ساین قوچ بشه، حتما اون تایم زمانی تایمی خواهد بود که افراد در برنامه‌ریزی روزانه‌شون حرکات فیزیکی رو حتما بگنجونن، یا احتمالاً اون ماه باشگاه‌های ورزشی خیلی شلوغ بشه و همه جوگیر بشن برن باشگاه ثبت نام کنن و تا یه مدتی خیلی جدی هم کار کنن، اما بعد یه مدت برن دوباره سر خونه اول. نکته سوم اینه که سیارات و کواکب به واسطه نظری که به هم دارن انرژیشون تحت تاثیر کوکبی که بهشون نظر کرده یا نزدیک شده هم قرار میگیره. داخل پرانتز فکر نکنم احتیاج باشه که بگم کواکب در حال گردش هستن و همواره هر سیاره تند یا آرام در حال حرکت هستش. خودما قبلا فکر میکردن زمین مرکز هستی هست و همه سیارات به دور زمین میچرخن، بعد متوجه شدن اینطور نیست. سیارات مدار خودشون رو دارن که اکثرا این مدار چرخش به دور خورشید هست و حتی یه تایم این حرکت برگشتی یا برعکس میشه که همین حرکت برگشتی هم در انرژی اونها تاثیرگذار است. خب گفتیم که سیارات و کواکب به واسطه نظری که به هم دارن انرژیشون تحت تاثیر کوکبی که بهشون نظر کرده یا نزدیک شده هم قرار میگیره. مثلا در تثلیث عطارد و مریخ که با انرژیاشون آشنا هستیم، دقیقاً همون مورد جوگیر شدن عوام الناس و شلوغ شدن ثبت نام بدون فکر و بی‌رویه در باشگاه‌های ورزشی رو خواهیم داشت، منتها با قدرت خیلی بیشتر در بازه زمانی کوتاه‌تر و گذر، و همین میتونه باعث درگیری در این باشگاه‌ها بشه. مثلا فرض بفرمایید ما افرادی رو داریم که طی چند ساعت تصمیم به باشگاه رفتن گرفتن، مضاف بر اون هزینه خیلی زیادی هم کردن، احتمالاً برای دوره‌های تخصصی، تهیه مکمل و اینها، اما بعد از چند روز این احساسات فروکش کرده و نمیتونن اشتباهاتشون رو بپذیرن. از اون تثلیث عطارد و مریخ سال اونها از عطارد که مسئول انرژی برنامه‌ریزی بود گذر کرده و حالا مریخ رو در پیش رو داره و انرژی مریخ هم به تنهایی انرژی جنگ و درگیری رو در بر خواهد داشت و این حتما یک نزاع رو در طالع اون شخص رقم خواهد زد، چرا که اگر آدمی بود که انقدر راحت تحت تاثیر قرار نمیگرفت و ریاکشن نشون نمیداد و در باشگاه بدون فکر، بدون اینکه توانایی هاش رو لحاظ کنه هزینه کرده، این آدم هم آدمه قطعا خواهد تونست در مورد انرژی مریخ هم مقاومت کنه و به خودش مسلط بشه و حتما درگیر بشه. نکته چهارم در مورد آسترولوژی اینه که
خود مردم هم در زمین بسته به این که تب و طالعشون چی هست شکل متفاوتی از این انرژی ها رو دریافت میکنه و همین باعث میشه هر انسان احساس متفاوتی رو تجربه کنه. به عنوان مثال شخصی با طالع مریخی و طبع آتشی احساسی متفاوت در مقابل انسانی با طالع شمسی و طبع آبی دریافت خواهد کرد و این تفاوت احساسات از این جهت که اکثرا مردم طبع‌های ترکیبی دارن میتونه احساسات مشترکی اما کمتر و بیشتر نسبت به هم باشه. این تفاوت احساسات کاملا کمی و کیفی هست و بسته به طبع و طالع هست. در آموزه‌های میترا ساحران با شناخت استرولوژی و هماهنگی با هارمونی زودیاک تحت تاثیر آشفتگی زودیاک قرار نمیگیرند و دائما در حال مراقبه هستند و از نوع انرژی که از کواکب دریافت میکنند کاملا آگاه هستند. به هیچ وجه در مقابل آشفتگی بلافاصله ریاکشن نشون نمیدن و انرژی خام آشفتگی رو در خودشون ذخیره کرده و با مدیتیشن کردن و برگزاری انواع ریچوال ها این انرژی رو در جهتی که میخوان هدایت میکنن. ساحران با دانستن الگوریتم زودیاک و آسترولوژی بهوت و بیوت کواکب شرف و وبال سیارات رو میشناسن و میدونن سیارات در نظرات مختلف اهم از مقابله، مقارنه، تربیت، تسلیس، تسدیس چه انرژی سعد یا نحسی مرتعش میکنن و اون زمان دقیقاً مناسب انجام چه تصریفی است. مثلا میدونن هر ماه در 3 درجه سور قمر در شرف خودش قرار داره و میتونن اون موقع طلاسم فتح قدرتمندی بسازن، یا اینکه در تقارن‌های شمس طلاسم هیبت به منتها درجه خودش میرسه و شخصی که همچین طلسمی به طالعش متصل بشه در چشم عوام بزرگ جلوه و نمود خواهد کرد. یک ساحر واقعی میتونه به راحتی دلیل اجابت نشدن طلاسم و صحیح بودن خود اون نسخه رو بررسی کنه، چرا که به ساختار این علم اشراف کامل داره. اینکه مشتاقان علوم غریبه این رو میدونن که مثلا اولین ساعت از روزهای هفته منتسب به چه کوکبی هست خوبه، یا یک قدم فراتر اینکه در هر روز و زمانی بتونید بگید اون ساعت منتسب به چه کوکبی هست عالیه و نشون میده شما در مسیر یادگیری هستید. اما این از ملزومات علوم غریبه هست و لازمه اما کافی نیست. شما الفبای این علم رو میدونید و حالا زمانی که باید با یادگیری ساختار این علم چرایی اتفاقاتی که براتون در این مسیر میفته رو بررسی کنید. مثلا در اکثر این طلاسمی که در فضای مجازی آموزش داده میشه نسخه های بسیار ناشیانه کپی شده از کتب منسوخ علوم غریبه هست. اعداد وارد شده در این طلاسم اشتباه هست و احتیاج هست شما با شناخت ساختار کلی این علم در قدم اول اون رو اصلاح کنید و در قدم بعد اگر واقعا میخواید اون عمل رو انجام بدید از چند روز قبل ذخیره انرژی کوکب مورد نظر رو شروع کنید و با رصد کوکب مورد نظر سلامت انرژی اون رو بررسی کنید تا تحت تاثیر کوکبی با انرژی مخالف تصریفی که مد نظرتون هست نباشید و در نهایت در حالی که خیالتون از تمام جوانب راحت هست و به تمام مسائل اشراف دارید اون کار رو انجام. و اینکه نکته بعدی این هستش که این طلاسم و افاق بخوری که کنار بخور اصلی ذکر میشه لبان ذکر هست. احتیاج هستش که وضعیت قمر در کنار این موارد بررسی بشه که قمر قوی حال باشه و زاید و نور باشه و تحت شعاع کواکب سو نباشه تا عمل اجابت بشه و منتها درجه قدرت خودش برسه. و بررسی قمر و شناخت احوالات قمر خیلی مهمه و تاثیر طلاسم تمام و کمال بسته به احوالات قمر و شناخت شما نسبت به اون است، چرا که قمر سیاره علوم غریبه و خفیه هستش. و در نهایت انسان‌های عادی از این الگوریتم سر در نمیارن و از نوع انرژی کواکب چیزی نمیدونن یا صرفا اون رو یک خرافه میدونن و در مقابل سیل این انرژی های کواکب هیچ کنترلی روی خودشون ندارن و تحت تاثیر آشفتگی این انرژی ها بی اختیار به این ور اون ور هل داده میشن. همونطور که قبلا گفتم، یعنی بر اساس
احساسی که به اونها دست میده بدون اینکه فکر کنن واکنش نشون میدن و هیچ سعی در کنترل این احساسات نمیکنن. این افراد از نظر اگریگور یا روح اعظم افرادی منفعل محسوب میشن که باید یاد بگیرن، آگاهی پیدا کنن و در مسیر نظم و برنامه‌ریزی حرکت کنن، بتونن به خودشون مسلط بشن. تا روزی که موفق به این کار بشن اسیر تغییر اگریگور خواهند بود و سرنوشتی که خودشون دوست دارن نمیتونن داشته باشن. اگریگور دائما سطح این آشفتگی رو براشون تنظیم میکنه. اگریگور یا روح اعظم کائنات به واسطه کوکب زحل یا ساترن و وسل‌های اون در زمین این نوباوگان رو همواره تربیت میکنه. مادامی که به آگاهی وسل‌های مریخ هم همواره ساترن رو در زمین یاری میکنن تا به اهداف خودش برسه. کسانی که سعی بکنن از این مسیر و چهارچوب بیرون برن توسط سربازان مریخ مجازات خواهند شد تا به مسیر آگاهی برمیگردن. و کسانی هم که مدعی آگاهی باشن باید تا روزی که خودشون رو ثابت کنن لباس سربازی مریخ رو بپوشن و از آرمان‌های ساترن دفاع کنن. اگر دروغ گفته باشن نمیتونن وضع موجود رو تحمل کنن و بی‌ادعا به مسیر تربیت برمیگردن پیش دوستاش. اما اگر راست گفته باشن واقعا باید بتونن تو گوش دوستان قبلیشون بزنن. البته اگر اون دوستان سعی کنن از مسیر تربیت و آگاهی ساترن خارج بشن. کسانی که کمی از آسترولوژی سر در میارن و انتسابات کواکب رو میدونن که رنگ منتسب به زحل سرمه‌ای و خالخالی و چارخونه و خاکستری و پوسی سیر تیره هست و دقیقاً به همین خاطره که در مدارس ابتدایی لباس‌های سرمه‌ای با یقه‌های خالخالی میپوشیم و دقیقاً به خاطر همینه که لباس‌های نظامیانمون نیروهای انتظامی سرمه‌ای هست اکثرا. و بعداً در ویدیویی جداگانه در مورد حضرت ساترن کامل براتون توضیح میدم که این کوکب مخوف رو، این کینگ آف د رود رو، ارباب حلقه ها، پیرمرد خسته از کسانی که مدعی آگاهی هستن رو شرح میدم براتون که چطور و چگونه است. بله، زحل و مریخ دو سیاره‌ای که فکر می‌کردیم سیاره‌ای با انرژی نحس هستن همواره در حال کمک کردن به ما هستن، حتی اگر به مذاق ما خوش نیاد. حتی که نه، حتما همینطور. به سلسله مراتب احترام بذاریم.